خادم مفید مسیحی. نویسنده واچمن نی. زندگی نامه مختصر نویسنده. واعظ و نویسنده معروف چینی واچمن نی به سال 1903 در شهر ساواتای چین پای به عرصه حیات نهاد. وی تحصیلات خود را در کالج تربیتی در شهر فوچو به پایان رساند و در سن 17 سالگی پس از شنیدن موعظه‌ای خود را به مسیح تسلیم نمود و پس از آن همه زندگی خود را وقف خدمت به خداوند کرد. مدتها در شانگهای به خدمت شبانی مشغول بود و در عین حال به نقاط مختلف چین سفر می کرد و جلسات بشارتی متعددی ترتیب می داد. مواعظ او تأثیر عمیقی بر شنوندگان کلامش داشت و موعظه‌های وی در نقاط گوناگون باعث بیداری روحانی مردم می شد. ضمن فعالیت‌های روحانی خود، مسئولیت طبع و نشر چندین مجله مسیحی را نیز عهده‌دار بود و تعداد بسیاری کتب روحانی نیز به رشته تحریر درآورده است. در سال 1949 به علت شدت یافتن جنگ داخلی در چین به هنگ کنگ عزیمت نمود. ولی پس از مدتی خدمت در آنجا به خاطر نیاز شدیدی که به شبانی گله خداوند در چین احساس می نمود و علی‌رغم آگاهی از خطر دستگیری خود به وسیله کمونیست ها مجدداً به چین که در آن هنگام تحت تسلط کمونیست ها در آمده بود بازگشت. خدمات روحانی واچمن نی پس از بازگشتن برای کلیسای چین بسیار گرانقدر و پرارزش بود. ولی این خدمات مدت زیادی ادامه نیافت. وی به سال 1952 دستگیر و به مدت 15 سال زندان محکوم گردید و تحت شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا سالهای محکومیت خود را در زندان به سر برد. وی پس از پایان یافتن مدت محکومیت خود نه تنها آزاد نگردید، بلکه تا سال 1972 میلادی که چشم از جهان فرو بست همچنان در زندان کمونیست ها به سر برد. واچمن نی نقش بسیار مهمی در بیداری، رشد و باروری کلیسای چین ایفا نمود و به عنوان خادمی امین سالهای متمادی به گونه‌ای خستگی ناپذیر و تحت تأثیر سخت‌ترین شرایط و امکانات به خدمت بیوقفه خود ادامه داد. همان گونه که اشاره شد، از او کتب روحانی عمیقی بر جای مانده که به زبانهای مختلف ترجمه شده و بارها و بارها تجدید چاپ گردیدند. از جمله کتب او میتوان اشاره کرد به کتاب انسان روحانی، نشستن، راه رفتن، ایستادن و زندگی سالم مسیحی را نام برد. خادم مفید مسیحی اولین کتابی است که از وی بر زبان فارسی ترجمه شده است. در این کتاب واچمن نی خصوصیات یک خادم مفید مسیحی را بیان می کند و راهنمایی‌های عملی برای خدمت مؤثر در کلیسای خداوند را ارائه می نماید. خواندن این کتاب ارزنده و روحانی را به عموم مسیحیان ایرانی بالاخص به خادمین وفادار مسیح و کلیسای او توصیه می نماییم.